کدام سال بگو. نمیدونم که خودت آخر گوش کردن نمیتونی. همه چیزا را نمیدونی. خودت همه چیزا را نمیدونی. تو بگو برای من. بگو. من میگم بگو خیلی. نه که من کو میگم تو نمیدونی. بچه خیلی از خوار بگو کو کی است کدام سال؟ این همی شرم میکنیم که 9 میلیون اهالی تاجیکستان قطعی پیشوای میلاد رقص میکنن. برای من یک نواری رحمانوف بیار که 9 میلیون تماشاش کرده است. رقص میکنن نه که نمیتونه سگ گوش نمیکنه. چی قخته بفرا میکنی؟ اکای سلمان. بله. یک سوال دیگه. خیلی مخته باور کردیم که خودت اهل فهم دای بسواد دای خودت سیاست هم میدونسته مردم تاجیکستان نمیدونسته. اول یک دقیقه السلام علیکم. حاضر و علیکم سلام. خوش آمدی به برنامه صدای مردم. سلامت باشی آباد باشی. انا که یک سوال میدم. اول آرام کمی آرام. خب آرام اینم که 100% به حضور در نمی بالای کورپچکم شتگیم. یک چای دیگه هم دم بکن خوشرو صحبت کن بدونی تحقیق. چایم در پیش مای خدا را شگره. اینمی شوای روزای آمونم در پیش مونه چای مونم در پیش مونه. بهترین. در خونه چند کیلو گوشت است؟ در خونه چند کیلو گوشت است؟ در خونم چند کیلو گوشت است؟ در خونم بقای ایال بریده خورده نه فقط راست بگو تو خدا تو دانی خدا همین خودت بدانی و شاهد خدا بیار در خردنی که یخچالی که داری چند کیلو گوشت داری راست بگو. چنین خدمت دو گودکم دارم. چند کیلو فقط روی خدا را بگو چه خدا را شاهد بیار. 3 کیلو گوشت میگیرم. 3 کیلو گوشت میگیرم یه هفته دو هفته قد گودک میخرم. میخری میاری من گوشت. اگر نیاز داشته باشی شلو تشکیل میکنیم. اگر نیست امیم برم در تا گوشم که سلمان جان. نه حالی بستا پجام حالی بین چند کم معاش میگیری؟ نه سوالی من اول جواب بده. من خدا خزم همه سوالات جواب بدم. همه سوالات جواب بدم. نه یک سوال دادی که حاضر خطا 3000 نفر تماشا کرده است یا جناب عالی در وگی رقص کنه هم خودم تماشاش نمیکنه. خب یک بگم شرط میکنه. خب این همی شرط میکنیم که 9 میلیون اهالی تاجیکستان قطعی پیشوای میلاد رقص میکنه. برای من یک نواری رحمانوف بیار که 9 میلیون تماشاش کرده است. رقص میکنن نه که نمیتونه سگ گوش نمیکنه. چی قخته بفرا میکنی؟ تو سگی به من گوش کرده استی؟ ما گوش نکرده استیم. خودت بسیار بد گفته استی هیچ کار کنی. برای هم گفته استیم که یه مایده خب کنوخی. یه مایده خب که بفرگیات براید. خودت گفته استی که تو سگ گوش نمیکنه. خودت سگی که من گوش کرده استی یا انسان؟ گوش کن. اپای خودت برای خودت همون طرفدارای خودت رنگ خودت همین بی‌مسئولیت ها در کاره. برای دیگران در کار نیست. آقا سوالی من جواب ندادی. بستو برامد که هم آدمای 3000 خودت 3000 که طرفدار داری. من 3000 الکی 20 مینوت پیش گفته بودم. یعنی خودت از 20 مینوت پیش تو حاضر من گوش کردی. خودت من معذرت میخوام. تو تلفن نبرداشتی. باز هم بخشی. تلفن نبرداشتی. من طرف زنگ زدم. اگر تلفن تکشتی حتی. نگاه کن. خودت گفتی که شما را سگ گوش نمیکنه. گفتی یا نه؟ گوشت نمیکنه آخی. بخشیشی زیاد اما شما سگین که من گوش کردستین؟ اینمی ما سگ نیسته. ما نمی برزیدی خوددواری نمی سگای لاین میخوایم گپ زنیم. من خواهش میکنم به تأخیر در بالا گفتیم به تأخیر درست اما شان و شرف تا بجا بیار. تلگرام بزنی که باید تأخیر کنن آخی. غیر تأخیر یگان امکانیت دیگه قطع گپ زدن نیست. همون شرف و ناموس تا در جای اول بمون. یک زن وقتی تماس میگیری زن بزرگترین چیزی که داره عزت داره در جامعه. همین یک زن در کوچه باشه همه میره از دست میگه که مادر جون خواهر جون چیکار کردی؟ خودت میدونی که همین خطا یک سال زن برای دنیا آورده بود. حاضر میدونی همین زن در کجای ای پشتی تو چی گپ میشنوه؟ تو نو بزرگی زن در کرسی شتای بر نشون میتی بزرگی زن در چیه؟ سوال من جواب ته. جواب میتی؟ کدومی سوال تا؟ اگه جواب گفت گفتی شدی خلاص؟ تمام. راست بگو معاش چی قدر است؟ معاش 2270 سه. در کجا کار میکنی؟
آموزگاران در کدام بخش؟ در فن زبان ادبیات درس میتونم در مکتب میونه. در فن زبان ادبیات تاجیک؟ آها. در فن زبان ادبیات تاجیک. در یک هفته چند ساعت درسی داری؟ 36 ساعت. 36 ساعت. کدام مکتبی در کدام صنف دم راهبر هستی؟ نه. راهبر نیستی. درجه چند است درجه درسیت؟ درجه عالی. درجه عالی. خب 2070 سوم معاش میگیری؟ 2270. 2270. میگم قشرایت کنم پرسیده استی من. نه فقط پرسیدیم در جنایت کردیم. نرسیده است میگم خود دیگه روی کنی. مشکل نداره آدرس رو روان کنین. هر چی که از با کمک باشه روان میکنیم. هیچ شکی نیست، مهم نیست، مشکل نیست. همین ما باوری 100% دارم. گوش که آقای سلمان جان، ما باوری 100% دارم که خود یگام کار کنم. شما چند سال هستین؟ نه که همین مقصد اینمی خدمت. شما چند سال دارین؟ نفهم. شما چند سال دارین؟ 30 سال. 30 سال دارین. هم چند سال استقلالیت. چند سال سابقه کاری دارین در آموزگاری؟ 8 سال. 8 سال. کدام دانشگاه را خوندین؟ ناصر خسرو، شهر باختر. شهر باختر. فن زبان ادبیات. رودکی کی تولد شده است؟ تو با همین رودکی چیکار داری؟ ما خمام ندونیم. کی تولد شده است؟ سال 1858. اولین شعر صدرالدین عینی کدام بود؟ بیایید ای رفیقان درس خوانیم، با بیکاری و نادانی نمونیم. انمو برای خود خواندگی سرخ بود. شعر سرخ صدرالدین عینی میدونی؟ نفهمیدم. اولین شعر عینی این شعر نبود. انمی بود. این نبود. دبرت کی نشستگی است؟ خیلی برای شما را ممکن یگان گپی بجاکیش گفته باشه. دبر شما کی نشستگی است؟ خدا؟ فرزندان کتی. قانون زبان تاجیکی کی به اینجا رسیده است؟ نفهمیدم. قانون زبان یعنی که زبان تاجیکی کی به رسمیت شناخته شد؟ روز عید زبان کی است؟ 5 اکتبر. روز اصلی عید زبان کی است؟ تو چیکار داری با همیاش؟ همون خاله در تلفن من خط شخ کنم. کدوم میخونه ده؟ در پیش کسی شما آموزگاری زبان و ادبیات هستین. شما چه برای مردم همه عبارات را دروغ برای مردم میفرمایید. روز اصلی زبان کی است؟ کدام سال؟ کدام سال؟ کدام سال؟ ما برای فرزندای خلق چیزی که طلبات کدام سال قانون زبان به امضا رسیده است؟ زبان تاجیک هم زبان ملی به امضا کدام سال؟ نفهمیدم. کدام سال زبان تاجیکی به رسمیت شناخته شد؟ روز عید زبان کی است؟ الو 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 آقای سلمان، روز قانون زبان کی به امضا رسید؟ قانون زبان 22 میونه که سوالای خود سالش کی است؟ سالش کی است؟ ما تو سوال من را گوش کن. سالش کی است؟ نه سالش کی است؟ همین قانون زبان همیشه جواب من سوال چون سوال اول ما دادم همین سوال جواب سالش کی است؟ آقای سلمان، سالش کی است؟ ما ترا 10 سوال جواب دادم نه که تو ندادی سوال من. همین برای من همین سوال بگو که سالش کی است؟ اگر بگم بچی گوش میکنی همه گپا من؟ بارک الله میگه ها گوش میکنم. کی است؟ ما سوال خطا جواب میتم. انا مردکی از در پیشدکی قطعی مصفید در جایش تاگی گوش دارین؟ نه مصفیدم در چیکار داری؟ خب مصفیدم نه وای کار اومده عربا کشی بی فرنج درست کشیدسته کار نداری میگه قطعی همون خگا میزنه دستی هم چی میای آخه کی است روزی زبان چی کار کردگی برای هم کدام سال شما چی با قطعی هم گپ میزنین میگه اون همون ارزنده نیست هم گپایی که گفته است. کدام سال ما گفته استم کدام سالی باشه نباشه من خودت جوابش میتم. کدام سال بگو. نه دارم که خودت تاخیر گوش کردن نمیتونی.
همه چیزا را نمیدونی خودت خیام همه است. چیزا را نمیدونی تو بگو برای من. بگو. ما میگم بگو خی. نه که ما کو بگو. میگم تو نمیدونی خودت بچه خیلی از خوار بگو کو کی است کدام سال بیا من از این بیرون پایین قفا هیچ جا نمیرم کدام سال همه سالی همون تو چی در کارن تو یک معلم زبان ادبیات هستی تو سالی زبان نمیدونی تو فرزندی یک ملت یک مردم چه درس میتی چه درس میتی فردا فرزندی من میرود دست میپرسه که معلمه روز زبان کدام روز است و کدام سال کدام سال صبر کن صبر کن صبر کن صبر کن تو دعوای معلم زبان و ادبیات داری فرزند این ملت یک صبح میرود در تمیزن میگه معلمه زبان و ادبیات سلام علیکم ایدی زبان میگه ایدی زبان 22 ایول خب ایون کدام سال به امضا رسیده است چی میگی نفهمیدم یا چیزی آخر دکر کدام سال قانون زبان به امضا رسیده است پنجم اکتبر سال 2009 سبحان الله ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای مردم اینا نسلای زمان استقلالیت این یا از رحمانوف دفاع میکنن 5 اکتبر سال 2009 روزی این زبان به دست یعنی تصور کنید اینها معلمه زبان و ادبیات به گفتی خودش البته که من نمیدونم به گفتی خودش زبان و ادبیات اکر سلمان گوش کن بله سامی 5 اکتبر سال 2009 آخرین بار با قید گرفتم به رسمیت همچون روز زبان تاجیکی اعلام گشته 22 سال 1989 ما هیچ رقم 100% میدونیم تو این قدری بعد فرزند اگه بس کن دیگه ورق نزن اینترنت دیگه نگه کتاب نخون تو همه فعر و سیاخی هم فرزند ختم چنی خودت میفهمن نگهبان و سلامت باشید بیا اگه عصبی نکنم من همه مریض هستم و ختم عصبی نکنم برو بخیر برو بخیر 5 minut من امکانیت دادم که همون بیسوادای گیردت لااقل همون اینترنت ورق بزنن همین روز ایدی زبان بنویسن 10 تا اسناد میبیو 10 کس نویسه 100 کس نویسته است